درود به همه مهراندیشان در سراسر جهان. ما در آستانه نوروز 8578 کیانی برابر با 2020 ترسایی قرار داریم و شما را مهرخوان می‌شویم به یکی از چامه‌های دلکش و ناب و پیوندی نوروز با تاجیکستان از دیوان آموزگار مهریار مهرآفرین با صدا و سیمای دو تن از مهرجویان جهان مهرآفرین، مهرناز شیرخان و فرزان مهر شیرخان، با نام نوروز و تاجیکستان. نوروز و تاجیکستان چون پیکرند و جانند، نوروز و تاجیکستان چون پیکرند و جانند، گنجینه های نابی فرهنگ آریانند. نوروز و تاجیکستان فرزانی رشد و رستن، این رشد و رستگاری بر کیش سرو مانند. نوروز و تاجیکستان مانند آب و آتش، نوروز و تاجیکستان مانند آب و آتش، گردنده های چرخی فرسوده زمانند. نوروز و تاجیکستان چون خون و رگهای تن، هر یک به سوی قلبی بنبود ما روانند. نوروز و تاجیکستان فرزان جشن جنگند، نوروز و تاجیکستان فرزان جشن جنگند، هر یک از این دو آخشیج آرامش جهانند. نوروز و تاجیکستان مانا که کیش و خیشند، این گوهران اسپند فرداد از کیانند. فرهنگ پیشوایی نوروز و نوگرایی است، اندیشه های دیرین در خاک ما جوانند. از دولتی کیانی نوروز شد جهانی، مژده به مهر و مهد مروای خوش بخوانند. نوروزگاه شومان تخت و روان سامان، نوروزگاه شومان تخت و روان سامان، بشکفتن و رسایش امروز کامرانند. نوروزگه شنیدم مهرآفرین خامه گفت، نوروز و تاجیکستان تاریخی بیکرانند. نوروز و تاجیکستان تاریخی بیکرانند. نوروزتان مهرآفرین.